باید ما محرم و سفر را زنده نگه داریم، به ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام که با ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام زنده مونده است این مذهب تا حالا، با همون وضع سنتی، با همون وضع معصیت سرایی و روزخوانی، شیاطین به گوش شما نگن که ما انقلاب کردیم حالا باید همون مسائل انقلاب رو بگیم. ما باید حافظ این سنت های اسلامی، حافظ این دستجات مبارک اسلامی که بر